فصل دوم، بخش دوم. بدن سوم، بدن معنوی. این بدن از بدن بودا رشد می کند. تمرین معنوی هنر ایجاد شادی و تحمل رنج است. درست مانند باغبانی که می داند چگونه از گل و لای برای پرورش نیلوفر مرداب استفاده کند. تمرین معنوی همان چیزی است که به ما کمک می کند از لحظات سخت و دشوار عبور کنیم. تمرین معنوی هنر مکث و تأمل عمیق‌تر برای دستیابی به نگرشی ژرف‌تر است. وجود این بدن کاملا ملموس است. می توانیم بدن معنوی را که بدن دارما نیز نامیده می شود با آبیاری بذرهای بیداری و ذهن‌آگاهی در زندگی روزمره پرورش دهیم. هرچه بدن معنویمان قدرتمندتر شود، شادتر خواهیم بود و امکان بیشتری برای تقویت شادی و کاهش رنج اطرافیان خواهیم داشت. همه ما در زندگی به بعدی معنوی نیازمندیم. وظیفه هر فرد است که با تمرین روزانه بدن معنوی خود را ایجاد و تقویت کند. هر بار گامی به آرامش برمی‌داریم یا با ذهن‌آگاهی نفس می‌کشیم، این بدن رشد می‌کند. هر بار احساسی ناخوشایند را با ذهن‌آگاهی می‌پذیریم و سپس دوباره به مهربانی و آرامش روی می‌آوریم، این بدن رشد می‌کند تا در لحظات سخت و دشوار وقتی به آن نیاز داریم در کنارمان باشد. از فرودگاه تا سوپرمارکت گرفته تا محل کار. دیگران ممکن است تلفن، کامپیوتر یا پولتان را بدزدند، اما هرگز قادر به دزدیدن تمرین‌های معنویتان نخواهند بود. بدن معنوی همیشه هست تا از شما محافظت و پشتیبانی کند. در زمان بودا راهبی به نام وایکالی زندگی می‌کرد که جزو همراهان بودا بود. وایکالی علاقه بیش از حدی به بودا داشت. زمانی که بودا متوجه این مسئله شد، عذر او را خواست. این اتفاق برای وایکالی بسیار دردناک بود و موجب ناراحتی فراوان او شد تا جایی که حتی اقدام به خودکشی کرد. وایکالی به بدن انسانی بودا وابسته شده بود، اما در نهایت با تمرین و ممارست فراوان و پیروی از آموزه‌ها توانست رشد کند و متحول شود و درک عمیق‌تری از عشق حقیقی به دست آورد. مدتی بعد بودا خبردار شد که وایکالی بسیار بیمار و در حال مرگ است. در این زمان بودا نیز در آستانه مرگ بود. با این حال از قله کوهی که بر آن زندگی می‌کرد پایین آمد و به دیدار وایکالی رفت. بودا می‌خواست ببینه آیا وایکالی آماده مرگ و رها کردن بدنش بدون ترس و واهمه هست یا نه. پس از او پرسید: دوست عزیزم، چیزی هست که افسوسش را بخوری؟ وایکالی پاسخ داد: فقط یکی آموزگار عزیزم، فقط یکی، اینکه آنقدر بیمارم که دیگر نمیتوانم از کوه بالا بیایم و تو را ببینم. میبینید؟ وایکالی هنوز هم کمی وابسته بود. بودا گفت: وایکالی، اینطور نگو. بدن معنوی من با توست. به بدن انسانی من چه نیازی داری؟ آموزه معلمان به مراتب مهمتر از حضور فیزیکی آنهاست. آنها ثمره خرد و تجربهشان را به ما منتقل کردند. بودا تلاش می‌کرد به وایکالی بگوید که او باید به دنبال آموزگار درون باشد، نه آموزگار بیرون. وقتی آموزگاران درون ما حضور دارند، دیگر به چه نیاز داریم؟ بدن فیزیکی دوام زیادی ندارد، اما بدن معنوی یا بدن دارما آنقدر قدرتمند است که بتواند مدتی طولانی به مسیرش ادامه دهد و این بدن کمک زیادی به من کرده است. اگر بدن دارما نبود، اگر تمرین ذهن‌آگاهی نبود، من هرگز نمیتوانستم بر دشواری‌ها، دردها و ناامیدی‌هایی که در زندگی با آنها مواجه شدم غلبه کنم. من جنگ و خشونت دیدم. کشورم تجزیه شد. مردمم از هم پاشیدند و با تبعیض و نفرت و ناامیدی فراوان روبرو شدند. من هم با تبعیض، نفرت و ناامیدی فراوان روبرو بودم. اما به لطف بدن دارما توانستم
نه تنها نجات پیدا کنم بلکه از طریق این سختی ها رشد کنم و باعث رشد در اطرافیانم شوم. من برای انتقال تجاربم به همه شاگردانم تمام تلاشم را می کنم. بدن معنوی من بهترین هدیه است که می توانم با آنها بدهم. این بدن مجموعه ای از تمرین هاست که برایم شفا، دگرگونی، شادی و آزادی به ارمغان آورده و اطمینان دارم تمامی دوستانم و شاگردانم با دریافت و تقویت این بینش ها نسل‌های بعدی را غنی‌تر خواهند ساخت. باید تمرین کنیم و به تقویت بدن معنویمان ادامه دهیم تا هرچه بیشتر امکان کمک و یاری برای دنیای امروز را محقق سازیم. بدن چهارم، بدن اجتماعی. من در سال 1966 به دلیل فعالیت‌های صلح طلبانه‌ام از ویتنام تبعید شدم. آن زمان احساس زنبوری را داشتم که از کندوی خود اخراج شده یا سلولی که ناگهان از بدنش کنده شده است. ارتباط من با تمامی همکارانم، دوستانم در ویتنام قطع شده بود و آنها تمام تلاششان را می‌کردند که بدون حضور من به کارهای اجتماعی و برنامه‌های آموزشی مهمی که طراحی کرده بودیم ادامه دهند. دوران دشوار و دردناکی بود. اما تمرین ذهن‌آگاهی به من کمک کرد بهبود پیدا کنم و اجتماع تازه‌ای را خارج از ویتنام شکل دهم. 1 سال بعد در آخرین ملاقات با دکتر مارتین لوتر کینگ جونیور درباره رویاهایمان برای ساخت اجتماع صحبت کردیم. او آن را اجتماع ارجمند می‌نامید، شامل افرادی با آرزوهای مشترک که در برآوردن این آرزوها از یکدیگر حمایت می‌کنند. برای رشد در مسیر معنوی به اجتماع و دوستانی نیاز داریم که از ما پشتیبانی کنند و ما نیز پشتیبان و حامی آنها باشیم. درست مانند سلول‌های مختلف یک بدن، ما به تنهایی و بدون اجتماع کار زیادی از دستمان بر نمی آید و برای تحقق رویاهایی بزرگ حضور و همکاری دوستان همفکر یک ضرورت است. نه تنها خانه که محیط کار، مدرسه، شرکت یا بیمارستان را می توان به اجتماعی ارجمند تبدیل کرد، مثل یک خانواده بر اساس عشق، تفاهم و ارتباط صمیمانه. ابتدا با چند نفر که هدف مشترکی دارن شروع می کنیم و بعد ادامه می دهیم. 3 حتی 4 نفر هم کافی است. 5 نفر خوب است و بیش از 5 نفر عالی است. بنیادی ترین عناصر جامعه ارجمند از این قرارند: عشق، اعتماد، شوق، هماهنگی و برادری و خواهری. اگر درک و مهربانی را با حضور و منش خود ایجاد کنیم، افرادی که در تعامل با ما هستند نیز بلافاصله این انرژی را احساس کرده و از آن نفع خواهند برد. می توان زمانهای معینی را برای گوش دادن عمیق به سخنان و دغدغه‌های یکدیگر اختصاص داد و گاهی نیز می توان برای لحظاتی با آرامش در کنار هم حضور داشت و چای نوشید. اجتماعی که می سازیم پشتیبانی مطمئن و پناهگاهانی امن برای بسیاری خواهند بود. به این ترتیب ما اجتماع را پشتیبانی می کنیم و اجتماع ما را تا آخر عمر همراهی و پشتیبانی خواهد کرد. بدن پنجم، بدن خارج از بدن. هر یک از ما قادریم همزمان در نقاط بسیاری در سراسر جهان حضور داشته باشیم. ما می توانیم هم اینجا باشیم، هم در یک زندان. ما می توانیم هم اینجا باشیم، هم در شهری دور افتاده که کودکان در آن از سوء تغذیه رنج می برند. ما تنها در بدن فیزیکی خود حضور نداریم. وقتی من کتابی می نویسم، خود را به هزاران خود تبدیل می کنم که به اینجا و آنجا سفر می کنند. هر کتاب بدن من خارج از من است. من می توانم در قالب دست نوشته هایم به خانه ها یا در قالب یک دیویدی به زندان راه یابم. روزی در یکی از کلاس هایم خانومی درباره یک کلینیک سلامت روانی صحبت می کرد. در این کلینیک زنگ ذهن‌آگاهی هر از چندگاهی از بلندگوها به صدا در می آمد تا به پزشکان و پرستاران و بیماران
یادآوری کند لحظه ای مکث کرده. نفس عمیقی بکشند و به خود بازگردند تا با آرامش و حضور بیشتر به کار ادامه دهند. به گفته این خانم این زنگ تأثیر آرامش بخش و مثبتی بر تمامی متخصصین و بیماران مرکز داشت. همیشه می گفتم که می توان لحظاتی آرامش، حضور و مکث را به محیط کار آورد. اما من هیچ وقت به این کلینیک نرفته بودم. پس چطور آنها دقیقاً از همین تکنیک که ما در معابد و کلاس‌های درسمان استفاده می‌کنیم بهره می‌برند؟ پاسخ ساده است. حضور، تمرینات و آموزه‌های ما محدود به یک مکان خاص نیست. آنها بدن خارج از بدن ما هستند. بدن من محدود به این بدن فیزیکی از گوشت و پوست و استخوان تشکیل شده چند 10 کیلویی نیست. در بسیاری از زندان‌های آمریکای شمالی و بریتانیا زندانیایی هستند که مدیتیشن می‌کنند. روی تنفس خود تمرکز می‌کنند. با ذهن آگاهی راه می‌روند و با مهربانی و شفقت با یکدیگر حرف می‌زنند. من در این زندانیان هستم. آنها بدن خارج از بدن من هستند. چرا که کتاب‌های مرا خوانده و آموزه‌های مرا تمرین می‌کند. آنها ادامه من هستند. آنها بدن من، خارج از من هستند. یکی از این زندانیان که پس از خواندن کتابم به نام گام‌هایی به سوی آزادی که درباره راهبان تازه کار است، تصمیم گرفت راهب شود. چون معلمی در زندان نبود که او را در این مسیر یاری کند، خودش سرش را تراشید و احکامی را که مربی به دانش آموزان تازه وارد ابلاغ می کند، به خود ابلاغ کرد. و از آن به بعد درست مثل یک راهب در سلول خود در زندان به تمرین و مدیتیشن پرداخت. وقتی این داستانها را میشنوم حس میکنم همه جا هستم و بدن اجتماعیم همه جا حضور دارد. بدن ما محدود به مکان خاصی نیست. زندانی که در حال مدیتیشن است خود من هستم. بدن من تنها اینجا نیست، آنجا هم هست. و بدن من همزمان همه جا حضور دارد. پدر و پسر یا مادر و دختر نیز این گونه‌اند. زمانی که پدر با نگرش بی‌نشانگی به پسرش نگاه می کند، می بیند که پسرش خود اوست. او پدر و همزمان پسر است. با این نگاه پدر بدنش را در پسر و پسر بدنش را در پدر می بیند. وقتی به فرزندان یا نوه‌های ما نگاه می کنیم، خودمان را در بدنی خارج از این بدن می‌بینیم. بدن هفتم، بدن کیهانی. بدن کیهانی ما شامل کل جهان هستی است. بدن فیزیکی ما که خود شگفتی خارق العاده است، روزی از هم می‌پاشد. اما ما فقط همین بدن نیستیم. ما یک پارچه با تمام کیهانیم. بدون وجود کیهان این بدن فیزیکی وجود نداشت. با نگاه از هم بودن می توانیم ابرها، کوهها و رودخانه‌ها، مزارع و درختان و آفتاب را درون خود ببینیم. ما از جنس نوریم. ما فرزندان خورشید و ستارگانیم. کل کیهان در این لحظه حامی بدن توست. بدن کوچک انسانی ما قلمرو تمام پدیده‌های جهان است. می توان بدن انسانی را همچون یک موج و بدن کیهانی را مانند تمامی امواج دیگر اقیانوس تجسم کرد. ما درون امواج دیگریم و امواج دیگر درون ما. بدن کیهانی ما بیرون از ما نیست. همینجا درون ماست. ما از گرد ستاره ها ساخته شده ایم. ما فرزندان زمینیم. متشکل از همان عناصر و مواد معدنی. درون ما کوه‌ها، رودها، ستاره‌ها و سیاه‌چاله‌ها حضور دارند. در هر لحظه از زندگی کیهان در ما جاری است. ما را بازسازی می‌کند و به درون خودش باز می‌گرداند. ما اتمسفر را نفس می‌کشیم. غذای زمین را می‌خوریم. تصورات تازه‌ای را خلق و احساسات جدیدی را تجربه می‌کنیم. ما در هر لحظه با گفتار و کردار و پندارمان، با تنفس و گرمای بدنمان و دفع هرچه مصرف و هضم کرده ایم، انرژی را به کیهان باز می‌گردانیم.
تو فقط وقتی میمیری به کائنات بر نمیگردی، بلکه در هر لحظه بخش‌هایی از تو در حال بازگشت به زمین و کائنات هستند. پس تنها هنگام متلاشی شدن بدن نیست که به زمین باز میگردیم. ما همکنون درون زمین هستیم و زمین درون ماست. بدن انسانی ما شاهکار کیهان است. وقتی این بدن فیزیکی را گرامی بداریم و به آن احترام بگذاریم، در واقع به بدن کیهانیمان احترام گذاشته ایم و اگر مراقب این بدن فوق‌العاده باشیم، در واقع از بدن کیهانیمان مراقبت کرده ایم. اگه تا اینجا با من بودی، ممنونم ازت. به خودت افتخار کن که توی این مسیری و برای آگاهی بیشتر وقت میذاری. ممنون میشم با لایک کردن و شیر کردن منو هم توی این مسیر همراهی کنی. تا بخش بعدی، فعلا خداحافظ.